هنوز از حافظه ما نرفتن. کیوسک‌هایی مستطیل شکل و زرد رنگ بودن، آهنی و جا به جا زنگ زده. سر چهارراه‌ها و کنار پیاده‌روها میشد اونا رو دید. شیشه‌های مربعی و کدر کیوسک‌ها صدا رو میگرفت و در دو تیکه‌ای باریکشون پناهی بود برای حرف‌ها و گفتگوهای تلفنی. سکه رو داخل استوانه آهنی مینداختیم و گوش به زنگ میموندیم تا بوق آزاد بخوره. بعد شماره میگرفتیم و حرف میزدیم. اگر بوق نمیزد گوشی رو روی قلاب دستگاه میذاشتیم و سکه رو پس میگرفتیم. وای به لحظه‌ای که دستگاه سکه رو پس نمیداد. انگشتا رو گره میکردیم و با مشت به دستگاه میکوبیدیم. اون وقت سکه سر میخورد پایین و اونو بر میداشتیم. شده بود که دستگاه از بس مشت خورده بود پشت سر هم سکه پس میداد. دیگه خیلی وقته که شهرها از یکی از نمادهای خاطر انگیزشون خالی شدن. از کیوسکای تلفن همگانی. با ما همراه باشید تا از تاریخچه تلفن عمومی براتون بگیم و خاطره بازی کنیم. بفرمایید. سلام علیکم. فقط میخواستم بگم اومدی سر رات یه خورده میوه و یه جعبه شیرنی اگه شد بگیر بیا. سیما و شوهرش میان دیدنت. ای خانم زود باش سخت دیگه. نگیر دیگه. تلفن‌های همگانی امروز کارتی هستن و البته دیگه کمتر کسی از اونها استفاده میکنه. همه موبایل به دستیم و کارمون به این دستگاه‌ها نمیافته. ساخت کیوسکای تلفن به فرنگی‌ها برمیگرده. این کار چند سال بعد از اختراع تلفن انجام شد. اولین تلفن همگانی توی شهرهای انگلستان به کار گرفته شد. در شهر لندن و بعد برمینگام و منچستر. رنگ تلفن‌های شهری اونا قرمز بود. هنوزم کیوسکای تلفن همگانی شهرهاشون رو نگه داشتن. با اون که دیگه کاربردی نداره اما اونها رو نماد شهرشون میدونن. ما تا سر و کله تلفن‌های همراه پیدا شد کیوسکا رو تون تون برداشتیم و گم و گورشون کردیم بی خیال نمادهای شهری. اما پای تلفن چطور به ایران باز شد؟ درست 12 سال از اختراع تلفن به دست گراهام بل سپری شده بود که سفیر ایران در استانبول کسی به نام معین الملک یک دستگاه تلفن سیار به تهران آورد و به ناصرالدین شاه پیشکش کرد. شاه که از شگفتی این اختراع دهنش باز مونده بود از کاخ گلستان با ملیجک عزیز کردش که جای دورتر بود حرف زد. شاه همون شب در یادداشتاش نوشت تلفن یک قسم تلگراف است. با دهن حرف میزنند و با گوش میشنوند. با ملیجک حرف زدیم. به عینه گویا ملیجک پیش ماست. خیلی چیز غریبی است. ما تا به حال این اسباب را ندیده بودیم. دستگاهی که ناصرالدین شاه با اون حرف زد و ازش نوشته این تلفن سیار بود. وقت سفر شاه اونو به نزدیکترین کابل تلگراف وصل می‌کردند و با بقیه حرف می‌زدند. در زمان مظفرالدین شاه با بلژیکی که سر از تهران درآورده بود قراردادی بستند که سیم تلفن رو از میدون شاه تا شهر ری بکشه. زمان خیلی طولانی گذشت تا اینکه در سال 1305 خورشیدی شرکت زیمنس آلمان چند دستگاه تلفن به تهران آورد و مرکز تلفنی در خیابون اکباتان در وسط شهر درست کرد. یکی دو سال بعد از اون به مردم گفته شد که میتونن با اجازه دستگاه‌های دولتی سیم تلفن رو به خونه‌هاشون بکشن. اما تا سالها داشتن تلفن توی همه خونه‌ها باب نشده بود. همون روزا که فک و فامیل اگر کاری داشتن به خونه همسایه‌ای که تلفن داشت زنگ می‌زدن. با به وجود اومدن تلفن‌های سکه‌ای اصطلاحاتی هم بین مردم تهران به کار گرفته شد که معنی اونها به سازوکار تلفن‌های همگانی برمیگشت. مثلا اینکه به کسی بگن دوزاریش کجه به سکه های دوریالی اشاره داره که به خاطر کج بودن گوششون توی دستگاه جا نمی گرفتن و به کار نمی اومدن. همون اصطلاح رو گاهی به شکل دیگه هم به زبون می آوردن و می گفتن دوزاریش نمی افته.
این نکته هم جالبه که در آغاز به کار مخابرات ایران دولت رسیدگی به کارهای اون رو به دوش وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه گذاشته بود، یعنی وزارت کشاورزی. وزارت کشاورزی و تلفن از اون حرفاست، اما خیلی زود دوزاریشون افتاد و کارهای مخابرات رو به وزارت پست و تلگراف سپردن. سالهاست دوران این کیوسکای پرماجرای زرد گذشته و خاطراتش هم رنگ باخته. شاید شما هم پچ‌پچ‌های عاشقانه و یواشکی، زنگ زدن به شهرستان و شنیدن صدای دلتنگ عزیزان، مزاحم تلفنی ها و ضربه زدن با سکه به بدنه فلزی یا شیشه های کیوسک، صف‌های کنار کیوسک ها و یادگاری های داخل کابینای تلفن عمومی رو تجربه کرده باشید. اگر از این خاطرات دارید، خوشحال میشیم برامون بنویسید و اگر از ویدیو خوشتون اومده با لایک هاتون به ما انرژی بدید. برای خاطره بازی بیشتر هم این پلیلیست رو براتون آماده کردیم.